انیسه احمد و خواننده صنف 11 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 30 شهر خوجند در این المپیاد اشتراک نمود. وی تخیلات خود را که آن به شکل نمونه نیروگاه برقی شمالی است در این آزمون پیشنهاد نمود. انیسه زیاده از 1 ماه با راهبری استادش اختراعات خود را آماده ساخته است. او مراتبه 4م است که در این گونه آزمون اشتراک می نماید. گرچند دخترک است اما با اختراعات تکنیکی شوقی به اندازه دارد. من امروز به این آزمون برای آن آمدم که مسئول دست خود را نشان دهم. این چیزی اختراع کرده من نیروگاه برقی شمالی می باشد. این را من از چوب، فنر، باز نوقی، محرک و کاغذهای رنگی چسبنده ساختم. من این را در طول 1 ماه ساختم. این برای آن لازم است که در جایهایی که ناقل ها نمیرسند، در جایهایی که خانه های زیستی حولی می باشد، در آن جایهایی که چراغ نیست، برای آن ما لازم می شوند. ما این را به طور شمال، یعنی که در کدام طرف که شمال حرکت کند ما همون رو به طرف شمال نگاه دارانده وقتی که این دور میزند در اینجا انرژی جریان به ما به وجود می آید و بعد به اینجا چراغ به ما پیدا می شود. با مقصد جلب خوانندگان به تکنیک و تکنولوژی آزمون مذکور بین خوانندگان راه اندازی گردید. از تمام مؤسسه های تحصیلات میانه شهر خوجند اختراعکاران نورس با راهبران خویش به المپیاد با مقصد معرفی محصول دست خویش آمده اشتراک نمودند. اسماعیل محمد جانف خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 شهر خوجند با هواپیمای ساخته خویش در این آزمون اشتراک نمود. من آویامدل را در مبانی 1 هفته ساختم. در این آویامدل ME20 موتور، باتری و قناتهایش از پلاستیک می باشد. هیئت حکمان از دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی در شهر خوجند بخش‌های آزمون را بهاگذاری نمودند. در بخش کشتی آینده آبی داوران از روی درستی گذشتن از مانع‌ها، فاصله مانع‌ها که 1.5 متر را تشکیل می‌دهد، وقت و نمود آرایشات نگاره را به اینابت گرفته بهاگذاری می‌نمودند. سلیمان عباس‌زاده در این بخش با اختراعات خود که آن به کشتی قهرمانی خلق تاجیک تیمور ملیک تشبیه داده شده است اشتراک نمود. کشتی ساخته من کشتی تیمور ملیک می باشد. برای آنکه تیمور ملیک قهرمانی خلق تاجیک می باشد از همین سبب هم نام کشتی خود را کشتی تیمور ملیک گذاشتم. کشتی تیمور ملیک به واسطه پول اداره کرده می شود و آن از قسم‌های اساساً از قسم‌های چوب، کاردون، زنجیرچه، باتری آفتابی، فنر و غیره ها عبارت می باشد و آن به واسطه پول اداره کرده می شود. مهارتی خوانندگان را استادانشان دستگیری نموده طرز درست اختراعات را راه بلدی نمودند. رحیم جان شرغازیف معلم تکنولوژی نقشه و رسمی مکتب غیر دولتی پیمان با شاگردش جان دولت الهام جانف به آزمون تکنیکانی جوان آمده است. آنها نیز کشتی آبی خود را نمایش دادند. در مدت 1 ماه همراه کار کرده این خواننده یکی از ایجادکاری خود را برای ساختن کشتی آبی از محصولات بیکاره جمع کرده شده و یعنی قسم حرکت کننده آن را با یاری محرک دیویگتر کش کرده شده که ما آن را در سنجش استفاده بردیم. آزمون المپیاد تکنیکانی نورس بین خوانندگان مکتب از روی بخش‌های رادیو کنسترکتوری، آویامدلی، ماشین آینده کائنات، کشتی آینده آبی، ایجادکاری، نسبت منزل استقامتی از نگاه من، اختراعکاران، ربات سازی، اگراری، برنامه سازی صورت گرفت. آزمون مذکور از روی نقشه مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند و مرکز تحصیلات علاوگی شهر برگزار گردید. مقصد جلب نمودن بیشتر خوانندگان به محفل‌های روی تکنولوژی، بیدار نمودن شوق و هوس آنها به آموزش تکنیکی. هر سال آزمون تکنیکان نورس گذرانده می شود که امروز نیز در مؤسسه تعلیمی رقم 14 آزمون شهری المپیاد تکنیکان نورس از روی 10 بخش گذرانده شده است که امروز برای بهاگذاری اعضایان داوران از دانشکده پلی‌تکنیکی دعوت نمودند.
آن اشتراکچیانی که جای اول را سزاوار می‌گردند به آزمون منطقوی ولایتی راحت می‌گیرند. جایز به قید است که برگزاری این گونه المپیادها برای جلب بیشتری خوانندگان به تکنیک و تکنولوژی مساعدت می‌کند. از روی شوق، فهمیش، مهارت و استعداد، اختراعات خوانندگان دستگیری می‌یابند. امروز توجهی حکومت جمهوری برای آموزش و جلب نورسان و جوانان بهره از خود نمودن فن‌های دقیق، ریاضی، تکنیکی روانه شده برای تشکل استعدادهای جوان، دستگیری و هوسمندی راه‌اندازی می‌شود. گزارشی سومن حامید و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.